سلام علیکم بچه‌ها. درسی بگیم پنجمین میشم وارد برنامه اکسل بخشش وارد برنامه اکسس. در این درس ما با شما اصولهای گوناگون پیشرفت رو گپ میزنیم که این کار در برنامه وارد اکسل وجود نداشتن. یعنی چه اصولهای گوناگون پیشرفت؟ یعنی الان میخوام اصولهای گوناگون پیشرفت که مثال ما میخوایم الان نام کتاب یا اینکه مالک کتاب، سال برایش کتاب، رمز کتاب باید نام نسبی یا اینکه تلفن والدین ناید در وقتی پیشرفت کردن همین رو ما با شما دیگر میبریم. یکم اصولی پیشرفت وارد میشویم با فایل ترجیح کنیم. از اینجا ما با تومچه پیشرفت پخش میکنیم. اگر خواهیم که دارم در پیشرفت کنیم بیسترهای پیشرفت رو پخش میکنیم با طور اتوماتیک کدام پرینتری که پاومالچانی موندگی است با همان رفته پیشرفت میشود. خب پیشرفت بیبار پرینت رسیده کپی رنگی که در وارد اکسل بود آن هم ممکن است. این اصول یک بود. اصول دیوم اگر ما خواهیم که اگر قسمتی جداگانه همین حجت های همون رو با پیشرفت بگیم از اون استفاده میبریم. یعنی چه است؟ برای این ما مجبور میشیم که حسابات سازیم، یعنی اچوت گفته میگن. با سازدن پخش میکنیم. از سازدن ما با چکار که در اینجا میبینید مستر اچوت رو پخش میکنیم و همین خیلی برآوردن بشود. خب چکار که میبینید بچه ها همین بنا سازدن اچوت رو پایدان میشود و ما مثال رمز در کار است، یعنی مایدانی رمزی که 1 2 3 4 داریم این رو انتخاب میکنیم. مثال میکنیم نامی طلبه با ما در کار است، برای این نام نسبی خواننده رو انتخاب میکنیم و سیوم مثال میگیم با ما نامی کتاب در کار است، یعنی همین خواننده همین کتاب رو گرفت میکنیم. نامی کتاب و رمزی کتاب اینها با ما در کار نیست و تلفنی والدین همون شخص اگر با خواست خودتون یکی لازم باشد انتخاب میکنیم، لازم نباشد با تومچه دل پخش میکنیم. چکار که میبینید اومد با اینجا یگان چی چقه نمیشه، فقط دل رو پخش میکنیم. دل باز هم دل بعدا زده ایت این یه اچوتا در اینجا مثال من نایساندم میتونم که دل خواه با خواهش خودم رو بزنم نام و کتاب، نام و کتاب گاتوا رو پخش میکنیم. یک چند لحظه در کامپیوترهای شما در آن پیدا میشود. از من میچسباند با سبب این برنامه ضبط اکرانم و بازی در منم پیدا میشود. این یگان کمبودی ندارد. شما با چنین اصول میتواند میدان هایی که به خود شما لازم است آنها را گرفته با پیشرفت وارد کنید. چرا که میبینید بچه ها در اینجا رمز های کتاب آمد، رمزی همون ترتیب رقم آمد یا فقط با یاردمی گروپ که جا با جا کردگی است، یعنی با الفای خب نام نسبی خواننده آمد بعدا نامی کتاب آمد. چرا که میبینید یعنی من همین خواننده همین کتاب رو گرفته است. این بود یکی از ساختن های ماستر اچوتو. همین رو شما میتونید با پیچت دید همین حجت پیدا میشود. یعنی از بین ما چند چیزهایی که داشتیم دیگر ستون هایی که داشتیم آنها نمیمونه فقط همین ها. خب این خیلی که باشد باز یک بار دیگر یک اچوت دیگر میسازیم برای فهم و ترشیدن برای شما. باز میگردیم با سازدنی از اینجا مستر اچوتو و ما رمز در کار است. خب نام خواننده بعدا میگیریم. خب نام خواننده کی اومد رقمی مثال بگیریم والدین تلفنی والدین و میخوایم که همین رو بچه بگیریم.
بله بله بله. خب باز در اینجا بنویسیم که رقم این رو بینیم رقم را بینیم رقمی رو بینیم داد تا با اینا باشما روی رمز ما مناسب خواننده تلفنی والدین این سه چیزایی که ما انتخاب کردن بوده. اگر شما خواهید که فقط معلومات کتاب رو بچه ها بگید این هم پرابلم نیست. با چنین اصول باز وارد میشم با سازمانیه و مستر اپشنتوف خب رمز نامی کتاب معرفی کتاب سالی برادرش کتاب رمز کتاب در مثال میگیریم مؤسسه اینا رو پخش میکنیم. داله باز همون داله ها رو به یگان کام میدیم رفتن میگیریم. خب کلیک داله در اینجا مثال میگیریم کتاب نماشون میمونیم کتاب و داله رفتن در آینده شما میتوانید که از چنین اصول‌های استفاده بردن مثال میگیریم ستون هایی که شما دارین از 10 تا هم زیاد باشد و در بین آنها چنین اصول ها را گروه بندی کنید چکار کنید یک تبلیغ داده آنها را بچه ها بهید اینا چکار که میبینید بچه ها رمزی کتاب آمد در روی خط با کلام تحت جای گیرم نامی کتاب مؤلفی کتاب سالی برایش کتاب و رمز کتاب در مؤسسه و همین اصول ها شما میتونید بسیار کارهایی که دارین یعنی حجت نگاری که هست و میتونید این کارهای خودتون رو آسان‌تر کرده با چنین اصول ها پیچ دهید و در اینجا باز فراموش نکنید یعنی همین ها رو میتونید با اکسل تبدیلشون بدید یعنی همین چیزی نویسندگی همون رو چکار که میبینید در اینجا اکسل در این رو اگر ما پخش کنیم حجت هایی که ما داریم و کتاب اکسل یعنی جدول اکسل انتقال داده میشود از اکسس به اکسل ترتیبش میدن حالا که با ما گفته است که جدول قریب تیار شد. بله ساختن شبیه اکسپورت ها میلو ساختن میکنه برای اینکه حاصل میکنیم باوری از اینکه اکسل ما تیار شده است میلو وارد نشویم در حجتی که کجا رو گفتم داخل باید بیاریم. خب در روابط ایستالی من نیومده است در کجا رفتم باشم هیچی گرمه حاضر آن را گفتم میاده داکومنت رو بینید و اینجا من است. بله چطور کنید کتاب در اینجا آمده است در بین دیگر حجت ها این را ما میکشیم که حاصل کنیم حقیقتا همون چیز هست یا نه. چطور که میبینیم بچه ها رمز نامی کتاب مؤلف کتاب سالی برادرش رمز کتاب اینا کمتر در اونجا احتیاج بود در اونجا صحبت میاره بخش هم چطور که در اینجا کردن به سالی برادرش هم مرکش خوش رو واجه شد خیلی اول کام بود. با همین گناه شما میتونید که اینها را اکسس به اکسل انتقال دهید و غیره را اجرا کنید
خب این بود درسی کوتاه که ما درباره اکسس و شما میتونید چیکار کنید تکست های فایل هست همین صفحه خود رو و تکست های فایل نیست اکسپورت کنید. سلامت و سربلند باشید تا درس های آینده باشید. مباد باشید.